اینه این دور چه تقییه البته چیز میزی داره همین چیز اتکاش میکنه خیلیت باشه میره بالا کسی چی میشه بالا میکنه در دهنم آبم اینه کجی جان خوبی بخیر سلامتی شکر کجی جو خوب میشنم عمودم گیلک بیاد به قصه بیان بفهمیدی خوب 2 کیلو گوشت ماست بفهمیدی ماهوش منه بود سرم شلوغ بود خیلی اگه برار منم مکه تو حالی ندیدی و گوش بیاره نه اعمال گوشت بود مثل که میمون چیز اعمال بیار گوشت ها خوب باش ما برو مدیو بپرسم بری میپرسیم بری خیریت کوکا سلامت خیریت لولو کاکا خوبه شکر خیریت بود خیرتی کاکا جامیانا گیلک بیاد 2 کیلو گوشت ماست من برای 2.5 کیلو دادم که تمام پولا نیم کیلو دیگر هم بیاره گیلک میموندش
من نمیفهم که میمون یه از کیف فتا آنی هم گیلا آره بیا بودم بله گیلا گشتنی نه بس اونجا رو گیلا بخور. چند گوشته رو درد کنه بله. چند گوشته رو درد کنه اینو نه بابا اونا گوشتای بود اگه حساب همین همسایه با ای بیا ما در گفته کنه ما همینجا میمون داریم بچه دستیاری نیم همین گوشتا رو نه اگه چیز همین بیا اون 2.5 کیلو داده بدیم شما آه 2.5 کیلو 2 کیلو ماستن 2.5 کیلو دادم اما پولا نیم کیلو دیگر هم بیارم بابا شان من میرم پولار از همسایه میستم شما میارم آه مثل که گوشتا رو خواه نورده عباس بیا برو بدم قصبی خو من میارم بیا که بستونم آه نه رو بس کر برو خودتو بردا بیار گوشته اینو نوردم من دیگه صاحبش لوگ بود نتونستم که حالت بکشم خب تو میگی الان من بچه ایم تو پیار منی یا من پیارتونم همون دا فکر نکردی مر بزی میدی مر گب میدی چی گپ کاکا؟ تو 2.5 کیلو گوشت بستوندی بیاوردی به خونه که ما خبر ندارم کاکا، مرگ بخوری کاکا جان. ما مادر تو این برا خورد تو متهمی سرا بابا آه. بودن که من میومدم به سر دیدم عباله با من دور تا میشه با پس بالا میشه ما شو اینا چی بالا میکرد اما بون کاکا این نمی گوشتای که امروز بیاورده به قصه بیاورده های گوشتا به خونه آورده وای 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 مرگا بخورم اینا بی صداین ما تو میخورم اشته- خونه آقا تو دیگه اشته اولادی تو به خونه خود گوشت پلو میخوره من نگاه نون چای میخوره خود براتون مادرتون اشته بگلو تو تا میره زر مار شه بریون تو الهی امی عباس ولی تو بگیره چی اختلاط میکنی بابا سعی بیبره این دیگه هم گوش میاره قصه به شما بله ما برج 5-6 کیلوی 7 کیلوی میستونه چون میاره به خونه دیگه شاید به خونه بیا پیش ما که گوشت میستونه 1 سال میشه این از من سیوایه بله. 1 سال من از او هرچه پرسان میگه به خدا میگه به تا دیگه من جیزست نمیکنه این به ما 6-7 کیلو گوشت هم میستونه کیلو چند هسته دیگه گوشت خو کیلو 500-520 تن چیزا هسته خود تو برو ماما جو من اما بیای با ما پولار میستونه آه رای میکنه ببخشید نجی کاکا جان خدا بخشه خدا حافظ برو بخیر دیگه تو نبی برو بیا کسی بیا برو بابا مستونم میام برو میستونی میاری تو سعی که تو به پیش وی پیار خوب مادر کنم بیا شما به خدا این خود کله گنده خوب بیامده که پیلا گوشتا 1 کیلو زیاد آوردی تو بیارد من هم 1 سال میشه گوشتا را پیش بیار مادر خوب بی صدا از پنجره بالا میکنه بالا بوم بالا میکنه این تو سعی که بیامده که پیلا گوشتا ما میخوردم مشتری که بیدم میجستم می تار تو ختم مال بخستی بیامدی مادر غلام مادر غلام بله بیا میتونستی بیا دیگه 1 ساعته برسیدم برس برای گاب نگرد برای گاب نگرد بیا با مفتزا شدیم چیکار شده با من می برفتم از امید کن عباس اینا پول دادی که 2 کیلو گوشت بستون 1000 روپیه خب گوشتار بستون بیا آوردم منال میدن که بدادن دست تو که از دیوال کش کردی دیدم کجیر بیا آمده که لالا
عباس میگه نیم کیلو گوشتار شما اضافه بردین. شته اضافه بردین همیته شته اضافه کنی خوبه کشیده بوده دیگه حتما شته سعی اضافه آمده گوش کرد این گوشتار مثل که 2 کیلو ماستم 2.5 کیلو کشیده. از این بر همه تا بیامدم به پیشی و سعی میکنم پیرم استاده عباس هم میگه همه پولا گوشتا نیم کیلو بده. اشاره هم نمیشه که جیرم به جلو استاده، پیرم هم استاده. عباس هم نمیفهمه که تبکی برسونم بیور اشاره کنم. پیرم به خیالم پاک بدید. ما آخر گفتم اینا به همسایه استونده بیدم. عباس تو بسته که اگه منجگم من میرم. انا نمیفهم که به پیرمش چیم. بازم هرچی پشت دیوال میگم هوشت جق میکنم. عباس خیال نمیآیه. ایوان بیدا نمونه که چه نه شته اضافه شده نفهمیده بیده. سلام علیکم. علیکم. بیاین بابا بشینیم اینجا گاه. بده پیلو گوشتایو. ها از اون همسایه بستونم بدادم. امینا رو بابا امی همسایه بدادم من 12 ریپیه. من 12 ریپیه. ها من 12 ریپیه بدادم. اینا گفتم ببریم امتحان کنیم انا چیز کنیم. اینا رو پاک کنیم. ها انا ریگا اینا رو بچینیم. همه دونایی که کخ زده اونا رو هم بچینیم. من 12 ریپیه. همین 10 کیلو بستونم گفتم باشه برو سعی کنم. همین زن ما میتونه این نمیتونه. چونی برات موف خیلی میگرده. حالا گفتم سعی کنم اینا رو میتونی پاک کنی انا پس بتا پاک میکنی گونی رکچار نندازونی که با اون نگاه پول نمیده برای ما. من چند پاک میکنم اینو؟ 12 ریپیه بابا. من 12 ریپیه. بله ها. من 12 ریپیه. میگم این یک دو معنی هست دیگه میشه 10 کیلو. 10 کیلویی گله. یعنی من بچه‌ام. بله. یعنی من بچه‌ام. به چی کنین؟ یعنی من بچه نافهمم. من بیعقلیم دل تو. از چی بابا؟ اینا من 400 اشتیتی پر بخریدی بیارد که بخونه خود مرس کنی. این که میفهمی. گوشتار مرس کنی. هم خدا خود فکر نمی کن. پیار تو مادر تو بهم برو رخ خورده تو من پیدا که قرار نون چای بخوره. تو میگه من بچه نافهمم. شما بابا ما گوشت آوردم. ما کی گوشت آوردیم؟ نه به میخونه خود. نورده. 1 سال میشه ما بابا خود جدا شدیم. ما گوشت به تا دیگم. اصلا گوشت به این دیگه چی رقم درد تبکیه؟ اگه بابا این دیگه چی رقم تبکیه؟ این دیگه چی تبکیه؟ نیه خو ما که دست دست جلوی رو خو میگه که من نبینم. بابا اگه ما چه اشاره بزیدی؟ سعی کنیم به شما چی میگم بابا؟ بابا این نیه. 1 دقیقه گوش فقط کشیم. میفهمی یا نه؟ 1 دقیقه بابا گوش کشیم شما. خب من گوش گوش کشیم. میکشم. اگه ما به می خونه به می 1 سال گوشت آورده بیدم پخته شده باشه که بابا برای یه عقبی بخوام اینا گوشت سرخ کرده شه به شکم از آنها بچه میشه. نفری نکن. بس دیگه. شما نمیمی تو بابا. میگم پاک من کنی، مثل برات که نمی‌آیم. از عباس پرسان نکردم. از عباس پرسان کردم گفت به ما 6 کیلو 7 کیلو گوشت اینو میای میبره قصه بی. یعنی بابا نیه گپی نیه ما گوشت موش با کجی رمی برا را خورده تو. بدید که عروبوم دولت همه کنیم. گوشتا و میوه و لوبیا بالا میکشیم. این کار خوبیه. این کار خوبیه. همین خوبیت داره میکار. بابا دول کست دول او آشغالار به تا دول میکنه. آره. خاطر زور از این نمیکشه راه میگم الله. من بچه من نافهم که نمیفهمم چی. باش که نه از اینجا گفت تر کنم آشغالا نیه 1 سال میشه تو میرقم به ایبریتی تیر میکنی. نیه اجی خسار ما گوشت نخورده عروس. گوشت نخورده بالاخره خیر باشه. من میگم قسمندک لندم خوب کشه. شیر پرنم خوب استونه. اما بیار تو مادر تو خود برا خودت هم نون چای بخور بادم بیچاره. یه ما کی خوردیم ما اما جواب که خدا من چی رفتم. بدیم دیگه خود تو میفهمم. خیر هر کار می بکن. نیه اجی خسار ما نخوردیم هیچ کار نخوردم راست میگی. ما جواب خدا چی بده ما که ما بخورده باشیم اشتگ پا خدا میزنم میتونیم بدیم. اینا رو پاک کنی که برات اینا میایم من 12 ریپه خوبه باشه پاک کنیم دیگه. اینا خیلی کردیم پاک کنیم دیگه. خدا تو رو به خیر خوشی عباس به زیر اختیاره کنه بری عقبی بخور. خدا به تو یک زن بده که 5 ریپه میراث نداشته باشه.
یا اگه نمی ما چریت میشد